بناو خدای مزن و دلوان آمده بوی تیجا میواند قدرگران هنگلک بخیر هاتن بو آکرێ بو ناوند و پایتەخت نەورۆزê و نەورۆز هەنگو هەمیا پیرۆز بیت. ئەvە چەند ساڵە گەنج و خورتت ئاکرێ خەتیرە هەڵدکەن و لبانچیانە سەردکەون و نەورۆزê لێرە ئاکرێ پیرۆزکەن کل چه جهت دیل دنیای وکی آکرێ اف مناسبت وی رنگینه هاتیه پیروز کرن. بر هنده ما پیخوش بیام اف سال بین ایره و اف بیتا ایک لحمه سال دهاتی که ناوندا آکرێ ببیتا ناوندا پیروز کرنان نوروز سر آست کردستان و جهانه. از پیروز بایل همه خلق کردستانت کم چل ناو و دروی کردستان و پیروز بایل همه گل و نتوات کم ید که نوروز پیروز کم. جه خود از و فرصت سر خوشیل کسو کارت وان بنمالاب کم ید که دوهی اگر باران و لحیا لدهو که و زاخو گیان خول دست دای ایویدارم خود گیان و بهشت شاد بکت و صبر و هدار بدت کسو کارت وان و گل کساش مال و ملکت وان ضرر وکفت و زیان وکفت از حست کم بیجمی که انشاءالله خدای فرصت بدتن ام ده قربو آوان کینه و یا ما پیچه بید ده بو کین بو هنده و زحمتی و آزار و نخوشیا که گشت یوان بر سفک بکین. جه خود از سپاسیا خلق کردستان بکم که براستی دو مدت چوی دا گلک خوراگر بینه برانبری نخوشی جیانب تایبت نبینا موچه و بوجه و گلک گرفته دید که بوهاتی پیش. هرچند گرفتید ما بس موچه نیه ما داخازا ما ریبازا ما ملت ما آخو ویانا ولات ما گلک لموچه زیده تره بله اوه جیانا خلقی و گیره دایه بروی چند ما همه حولت خوید دای بونده و بابته بیتا چاره سر کردن هرچند دستت زورت خراب هبین بود تکدانا و بابتا نارنا موچه و دابین کرنا بوجه با خلق هرما کردستانه و جه خود از سپاسیوان بکم و دلنیایی بدم وان که ام گل برای سرک وزیران حکومت فدرال گفتگوی داینه بو هنده اف بابتا بیتا چاره سر کرن و وکی گوتیما انشالله دوا روز دهاتی دا دهیتا چاره سر کرنو بیدارم اف بابتا چی دی نبیتا پرسو ببیتا گرفت بو خلق کردستانه. نوروز روزکا میجویت دیروکا گلی مدا و روزکا نتویه و دوی روز دا ام جارکا دی پیمان دینا خودی خو خوینا شهیدت خو پیشمرگت خو و خلق کردستانه که ده برگریل مافو دستکفتت خلق خو کین لکیان کردستانه کین و ده روبروی ستم و بیدادی و ناداد پروری و گندلی بینوه و انشالله دلسوی پیمانت بردوام بین. نوروز روزکا نویه دستپیککا نویه سالکا نویه بس بومه نوروز جیانکا نویه و هیویدارم افرو ببیتا پینگاوک بو هنده افسالا دهاتی خوشی و پیشکفتن و دستکفتت زیده تر بو ملت ما بین دست و از جارکا دی سپاسی هنگو همیاد کم رخصت هنگو دی خیراتنا میوانا زمان انگلیزیش کم. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I would like to welcome you to this festival to celebrate Newrozê here in Akrê. This is the first of many years to come to celebrate Newrozê here in Akrê as we want to call it the capital and the center of celebrating Newrozê. I hope you enjoy your time here as we are going to watch the celebration, which is celebrated here in Akrê like nowhere else in the world. We see that young people for so many years are having torches and take them to the peak of this mountain
And that's how they celebrate. That's why we wanted to enjoy this scenery with you, and also to this year it's also Ramadan, so we're going to break our fast in, I think, maybe a few minutes. So I hope you enjoy your time here, and also I believe that we have other programs for tomorrow. So bear with us, and I hope that we can enjoy this festival and this celebration together. Thank you again. Thank you for your participation, and I wish you all the best. I wish a very successful and happy year to all of you. Thank you.